سلام دوستای عزیزم که جور سلمان باشین، خوش آمدین در یک از ویدیوهای نو از ما. دوستای امروز مریم طرف هنجی براسا که پدرم اپایمنت داره همراه درایوینگ، همراه یک مرد مثلا درایوینگ مونه دیگه. بریم امروز ما همراهش مرم، گفتم یک ویدیو جور کنم بلدشیم دیگه. بریم چون نوقت هم باشه، حالا 12 بجه است، چون باید نوقت نشنه، سر وقت باید برسیم دیگه. بریم اون طرفا هم مثلا از هنجی براسا، از منطقه هنجی براسا بلدشیم ویدیو میگیریم دیگه. با ما بینده باشیم. بریم. خب دوستا فاینالی حالا ما بیرون شدیم، در راستیم بریم طرف بس استیشن که نوقت شده، ساعت 12:08 است دیگه. بریم، خیلی جام دور دراز است. بعد مرسیم دیگه. رو بریم من پدرم هست دیگه. امروز هوا خیلی گرمه، قسم کسانین ما مکمل هپین و یک بلوز پوشیدم دیگه. بریم دوستا با بینده باشیم. خب دوستا فاینالی هم مترو استیشن رسیدیم دیگه. خیلی راه دور دراز بود، سر کار جرم نه، به خاطر خیلی دور ده مرسینه دی مترو استیشن دیگه. فاینالی رسیدیم. یم مپ از این مترو استیشن مونتریال دیگه. فاینالی بریم دین منتظر کنیم تا منتظر مترو از موضوع طرف میاد، چون ما دلاین مقام منسی هستیم. امی یک خط ماره به خاطر راهش دور دراز است، اما مثلا چنج نمیشه مترو، دم یک مترو مریم. خب دوستا فاینالی حالا میریم بوشتیم از مترو دیگه. حالا میریم طرف بیرون که نفر ببینیم در بیرون است. نه این زنجی باشه دیگه. این مترو خیلی کلان است، نه مثلا این یک منزل بود، یک منزل ما بلوندیم، این دو منزله دیگه. بریم که از این بالتر باز میریم، خیلی کلان است منزلش. حالا از اینجا بیرون میشیم دیگه. اینا از اینجا یک منزل دیگه باز میریم، قسم که سعی نید این چند منزل، این منزل سیوم دیگه گردم که فاینالی در بیرون رسیدیم. نه از کجا برشنیم؟ از اینجا برمیشیم به نظرم که از اینجا باش پدرم باید که دو گیت داره، دو دروازه، کزی دروازه بشنیم یا از دروازه. از کدام دروازه بشنیم؟ از اینجا. فاینالی دوستا رسیدیم به لوکیشن. ها؟ باش. حالا از اینجا بریم کمر که پیاده گشتی، چون وقت خیلی زیاد داریم. ما ساعت دسته 1:30 بجه اپایمنت است، مثلا 2 بجه، چون نیم ساعت ما داریم که ما یک لحظه پیاده گشتی باز بر امی منطقه رو بلدشیم باز نشان میدیم. بعد از دو باز پس مییم دوباره، چون اپایمنت وقت میرسه دیگه. دوستا یک پارک است، خیلی پارک کلان، قسم که سنین مکمل سرسبزی و تمام جای سلکن، اون جای بازی و بایسکل دوانی و چیزای برای کلانا و طفلا دیگه. این مکمل سرسبز بلده شیشتن و چیزا دیگه. اونجا مکدونالد است، ما موریم اونجا یک دفعه کم کار داره، باز از اونجا پس مییم ساعت سنیم که باز وقت نشنه اپایمنت دیگه. این پارک خیلی کلان است، بر شیشتن، بر خیلی سایه کلان داره، درختار سایه. بریم از سرگم تیر شنیم، مجبور همینج تیر شنیم، چون اگر تا آخر سرگ بریم طرف خیلی دور مفته. امزینج دایدک نباشم. بریم داخل مکدونالد که کار را خلاص کنیم، باز دوباره پس بایم پارک سر کنیم. پارکینگ مکدونالد است. میدیم Thank you.
خب دوستا بالاخره ما از مکدونالد بیرون شدیم. یک دونه کوکاکولا هم گرفتیم دیگه، چون برگر چیزا سیر بدیم از خانه نان خورده بور شدیم. باز حالا 15 دقیقه مونده بریم تا 15 دقیقه میرسیم در لوکیشن. باز نفر معایا باز پدرم موره سر درایوینگ. باز من شایدم پس بایم اینجا بگردم چون اینجا الاود نیست. مثلا وقتی که پدرم که درایوینگ کنه یه همین چیزا مثلا دیگه نفر الاود نیست، فقط خود از استادم رای شاگرد است بس. مثلا نفر اضافه اجازه نیست که مابین مرتر باشه از طرف دولت. با مخاطر باز شاید ما پس همینجا میگردم، باز شاید هم در اونجا بیشیم چون یک دفعه بابا رو که رفته بودیم ما رفتم مثلا همراه اینا شیشتم نقصیش نشد. باز در ثانی باز الاود نیست باش که امروز چون میگه اگر الاود نداد باز من باید منتظر پدرم تا یک ساعت بیشیم. باز میبینیم دیگه بریم که نه وقت نشنه. پیر هوام گرمه، یعنی کوکاکولا را نوشیده باز میرسیم طرف لوکیشن. خب دوستا دیگه حالا ما در لوکیشن رسیدیم. این پترول کانادا کسته، مثلا پترول استیشن کسته. ولی اینجا یه نفر مایه دیگه این روبری کسته قسم کسانی اینجا را. این یک بانک هسته، نشنال بانک دیگه. ما بریم این طرف مترو استیشن هسته که میاده که ما در از اینجا بریم میال تشنیم یعنی میزین جسیده ماری بریم در این پترول استیشن منتظر باشم که مرد چی وقت میه. آلریدی اونجا هنده اونجا اون موتر سفید که سالین اون مرد کسته اونو هسته حالا مرد اونجا. خب دوستا دیگه فاینلی پدرم رفت دیگه. ما اید نرفتم داخل موتر. علاوه بود مثلا او اجازه میداد بود من فرق زدم اید نرفتم دیگه. ما مون طرف از پارک که پارک یک بار سال کنیم که چرخ هست پارک. من پیشتر از بغلش درشون سمسه سرگرم نتونستم دیگه. بریم ببینیم یک جای دیگه. شما هم لایک و سابسکرایب چیم نره لایک گفته ایوان کس شما گه لایک رو بزنید و سابسکرایب رو بزنید شما موتر کنید بس. اوکی بریم اینجا ببینیم پارکا را. اینجا برای اشتکا و چیزا هست. بریم سر سبزی و دیگه جایا. اینجا خیلی خوب جای هست برای خواب کردن، برای هفته و گرفتن گبیرون. بریم اینجا خیلی سرسبزی است، خیلی تمام جای برا بوی زبا سرکن سنجاباره. سنجابار سکت گواره ها رو سکن اون طرف یک آب هست. بریم آورم ببینیم. مثلا دست زدن نمیتونیم آوشه زد پاگم نیست که بگن که منه هم هسته که باید دست و پای خود نزنیم. از اون طرف آومه از اون طرف خیلی کلان هسته. قسمه که سنین خیلی کلان هسته ساکن پرنده ها را. واو ساکن مرغابی رو ساکن خواب دونجی بسیار عالی است بایی. ماشم از کجا آومه اینجا خب بند شد. قسم کسایی اینجا بند هسته مکمل دریای کلان. اونجا مکمل جنگل وریسته از است که درخت هست. اگر نو طرف سرک و چیزا هست کمیال ما آمدم مثال کن مکمل از است که پر درخت چیزا هست سرسبزی ایت فامیده نمیشه. خب دیگه حالا از این موریم دوباره پس که سر تپه ها بریم که تپه ها چرکنه. خب دوستا قسم که سعی نیم یک تپه که خیلی کلان است. خیلی دیگه در ویدیو سعی مانون نمیشه به نظرم.
اما خیلی کلان است. از اینجا نمیفهم بال علاوه رسته که نیست، اما ما مرم یک بار سعی می‌کنیم که چه رقمه is it low or not. so سرسبز امروز خیلی هوا خیلی خوب هوا است. قسمی که سعی نیم دیگه پدرم یگان از حدود گبگان که 1 بجه اینال رفته، ساعت 2 بجه پس خلاص میشه. 1 ساعت است درایوینگ چی دیگه. باز 2 بجه بعد ما برم پس دمو لوکیشن. باز اونجا پدرم میاد، باز اردویم پس میریم دمو مترو استیشن هم هست، بس پس میریم طرف خانه دیگه. اونجا بچه ها فوتبال چیزا بازینه. قسمت سنگی دیگه بریم اون طرف تیاره رسه، لیکن خوبی رفت گم شد. میره پیار نام له مر جابی. اوکی گایز، به نظرم که از اون طرف راه است، از اون طرف کتارگک زده، از اونجا به نظرم بریم دیگه. اینجا از اینجا سرسبزی I don't think so. سیکن سرسبزی سیکن کامل. اونجا هم سرسبزی خیلی از زمینی برم، بس it doesn't matter. گفته خورزادم never mind. اینجا یک لایت گروپ داره که شونه یه روشن منه. واو برو باش اون طرف بریم. اون طرف از این تپه چی هست ببینیم که ای خدا مانده شدم بخیر. در ویدیو خب معلوم نمیشم خیلی بلنده ای. اینجا نفر خواه کتاب میخواند. فاینال رسیدم. یه مستپه و مستیاره دیگه. مستپیشون کو طرفم این طرفش خلاص میشه دیگه. اینجا که سنین از اینجا خلاص شده ریه. واو چی منظره ای. سایل کن منظره ویوره. باش ما از اینجا نشان بدیم. سایل کن پایین را بچه اونجا فوتبال بازینه. خیلی یک ویو خوب شه. واو برو. اینجا خوب کرکت و والیبال و فوتبال سمسه بازی میشه، چون خیلی میدانی آور متوسط دموتر سرسبز خیلی کلان. خیلی هوا میچله در اینجا در بلندی استم من. میره پیار نامده میره. اوکی گایز، ما از اینجا بریم پس پایین که به اینجا خیلی گرمه. بریم دو سر چوکی ها یک لحظه بشیم در سایه. به سر سبزی من نمیشیم چون کالا این سفید است، بس رنگ بال نه. به مخاطر بریم سر چوکی ها بشیم یک لحظه تا ساعت حال ساعت است 2:12 نه. اوه سوری 2 بجه پدرم رفت، 3 بجه پس من یعنی من خیال 1 بجه دادم. حال 2:12 خسته، یعنی من خیلی وقت دارم. یکان 40 دقیقه دیگر وقت دارم یا 45 دقیقه دیگر. بعد از او باز مرم طرف پدرم. او برو خیلی کلان است این میدانی. بچه ها جمع شد کم کم دیگه. فوتبال هم اینجا شروع نه. دو تیم شده اینجا. دو تیمه. اوکی let's go bro. ساگین واجره. واجره ساک شمرای شاگرای مرا بخون چش.
مثلا برا گشتن نمیتونه که استورار خماره ول چار خود مینس و سگ هم راج دایدن دیگه اینجا جای اسکیت و چیزا هست بچه ها و دختر اونجا که اسکیت بازی نه یا از بایسکل او برو هوا خیلی گرمه امروز سرسبزی ساکن اینجا هوپی میره پیار نامله بریم از اینجا طرف از چوکی ها یک لحظه اونجا بشیم باز اگر خسته کن شد باز دیگه جای از این پارک برونشون باز دیگه جای مریم اگر خسته کن نشدم اونجا خونیم یک لحظه خونه مریم چون موبایل پدرم هست پیش من یک موبایل پیش من که خودم ریکارد منم موبایل از خودم یک موبایل پدرم هست سه موبایل از من که یه پیش از من چون پدرم در درایوینگ مورا باز کنم کس اگر زنگ زد من باید بال کنم جواب بدیم مجبور به خاطر باز یه پیش من هست موبایل S25 S25 مثلا سیم پیش از من هست پیش پدرم هست پدرم هم ازی گرفت چون خیلی گبیگان که خوب موبایله مثلا درباره کوالیتی و شدهش که بگی خیلی کوالیتیش تاپ از تاپ بریم در سر از جالیگاه که خواه کنیم یک لحظه پارتیم خدا گفتی یگان کس اینجا آدم که در فامیل رو باید دم سرسبزی و چیزا که بیشه مکمل از صبحکی تا شام را دیگه خوب مزه میکند اوکی گایز سه دانه در اینجا یک دانه در اینجا یک دانه در اینجا دیگه نیسته Okay, bro. So now we have to put it here. موبایل است پیشم تمام پر. اونجا زیاد گرمی است. مثلا گرمی زده. اما اینجا سایه است. ما در اینجا میشیم. چون کم خوبتر سایه است. بسم الله. اینجا سایه است. این رخمی. اونجا از بین درخت ها افتاد میاد سرش. اینجا است. سه تا دیگه دو اونجا است. هم افتاد و اینجا ما سایه است. او شیت موبایل پدرم دم لازم افتم چون جیب زیاد خیلی خورترک است دیگه اینجا من ششتم ساعتم است حال 2:30 بجه 2:30 فیکس سالگیم 2:30 فیکس است دیگه من اینجا لازم خواهم مطمئن پرتم خدا باز از بعد مشکی برم پس بالا در اونجا چون کمک وقتتر برم شاید هم وقتتر باید اونا حال نیم ساعت دیگر درم مثلا نیم ساعت پیشتر یک 2 دقیقه پیشتر مرم مثلا حال درم یک 20 دقیقه دیگره 20 دقیقه بعد باز مرم دوباره در اونجا باز اونجا پدرم کماد باز طرف خانه کش میدیم چون حال 2:30 بجه است و 3 بجه میشه خیلی نوقت میشه باید زودتر بریم پس خانه خب دوستا فاینالی حالم ساعت است 2:51 دیگه من مرم طرف لوکیشن دوباره که الان پدرم از جام پس میه و از طرف یک دولت هم زنگ زده بود که باید دوباره پس برم خانه که مثلا یک اینترویو آنلاینی دارم دیگه باید دورم خلاص کنیم حال مده بیرون بدون من نمیتونم دیگه برم دوستا طرف لوکیشن که پدرم هم کماد باز دوباره زود برم طرف خانه که نه وقت نشنه حالا ساعت است 2:53 دیگه تا 3:30 4 بجه بیله مرسیم در خانه باز نه وقت میشه خب دیگه بریم بای بای پارک دیگه نخواد در این طرف ها بایم شاید هم بایم شاید هم نگیم I don't know so بریم از سرک ترشنیم که نوبت است فعلا 14 13 12 11 10 9 8 7 نه 7 6 5 4 3 2 1 done okay guys bro از اینجا برم خیلی سردردم هستم چون اونجا سایه هم بود سایه باز سایه خور نشد دیگه تو دیگه کم گنج شده بودم یا بگم که باز نه سایه خور شد نه سایه ششته شد و دیگه سر از جالگاه که بود و بگم گرمی بود سرشه
باز من اونجا نتونستم خواب کنم. لازم سر چوکی یک لحظه انداختم خدا کمک خوب شد دیگه. هم که ماندگی راست شد که از اینجا بس دوباره طرف خانه مریم. Let's go bro. خب دوستا دیگه اینجا من که رسیدم پدرم در دقیقه رسید دیگه. حالا حساب و چیزاش خلاص نه. یه موتر هسته که پدرم درایوینگ کرد. بالاخره دوستا پدرم اومد دیگه. حالا مریم طرف مترو استیشن که وقت میشه دیگه. بریم یم همون لوکیشن بود دیگه. سال کردین دیگه. اینجا سر کار مکمل کار نه نو جور بودم اما چون چیز کم منه پس خراب منه پس جور نه. اون سرگرم جور نه. سر کار مکمل اول تا بخیر جور نه دیگه. مترو استیشن که بریم. خب دوستا دیگه حالا ما موقع مترو استیشن هستیم. یه مترو که از دیلنجت نیسته از دولین مقامانسی هسته. یه استیشن که هسته در نام هنری براسا هسته که در انگلیسی هنری براسا میشه اما در فرانسوی هنری بوغاسا. هنری بوغاسا. دوستا بریم که بس آمد. ای خدا بس آمد. فاینال زود رسیدیم. خب دوستا فاینالی ما از بس بیرون شدیم دیگه. بریم طرف خانه رو برای دیگه بریم. پدرم جای دیگه رفت دیگه. من معلوم روم کلی هم ندارم. مجبور که در خانه زنگ بزنم که بعد با دروازه رو واسونه چون من کلی ندارم. کلید پیش پدرم بود. اوکی فاینالی لیتس گو برو. امروز خیلی خوب هوا بود دیگه. بریم که اینی مردکه هم میرود طرف دروازه ما. اگر این کلی داشت منم میروم. اونجا هم نفر هستش دیگه. بریم دوستا. ای بدو لطفا. Look at finally. خب دیگه بریم. دروازه ما شد. دم دقیقه 90 مهمین دقیقه 90 نه دقیقه 99.99 تمام. کل فاکش تاک کرد من کش کرد بس. واو. اوکی بای. Let's go. دیگه بالاخره دوستا ما اومدیم در خانه رسیدیم دیگه. قسمی که سال گیدین خیلی خوب یک پارک بود دیگه. اپایمنت پدرم خلاص شد فاینالی دیگه. قسمی که سال گیدین خیلی یک پارک، خیلی یک تپه کلان بود، خیلی یک سرسبزی. امروز هوام تالیک خیلی خوب بود دیگه. نه زیاد گرم نه زیاد یخ دیگه. قسمی که سال گیدین دیگه. امید که از ویدیو خوش اومده باشه. لایک و سابسکرایب چون نره. ویدیو رو لایک کن، چینل رو سابسکرایب کن دیگه. میبینین در دیگه ویدیو. تا دیگه ویدیو را خدا نگهدار. بای بای.